خلاصه کتاب کیمیاگر اثر پائولو کوئلو. یه رمان فوق‌العاده است که مفاهیم عمیق فلسفی رو به صورت یه داستان جذاب به ما انتقال میده. این کتاب داستان یه چوپان ساده به نام سانتیاگو که اهل اسپانیا است. اون عاشق گشت و گذار با گوسفنداشه و از اونجایی که قبلا به مدرسه الهیات رفته بود، خوندن نوشتن رو بلده. همیشه چند تا کتاب همراهشه و گاهی اوقات اونها رو میخونه. سانتیاگو زمانی که گوسفنداش رو به کلیسای مخروبه برده بود، زیر یه درخت چنار در حال استراحت کردن بود. ماجرا از جای شروع میشه که سانتیاگو یه خواب عجیب میبینه. خوابی که بهش نشون میداد یه گنج بزرگ در نزدیکی اهرام مصر پنهان شده و یه پسر بچه جای دقیق گنج رو بهش نشون میده. از اونجایی که یه بار دیگه هم این خواب رو دقیقاً با همین جزئیات دیده بود، ذهنش خیلی درگیر میشه. علیرغم بی‌اعتقادیش به تعبیر خواب، تصمیم میگیره پیش پیرزنی بره که تعبیر خواب میکرده. اما پیرزن ازش مبلغی رو درخواست میکنه و میگه باید این مبلغ رو پرداخت کنی که ببینم چقدر این موضوع برات جدیه. اون وقت خوابت رو برات تعبیر میکنه. سانتیاگو که فکر میکنه ممکنه پیرزن فقط دنبال این باشه که پولی به دست بیاره، اول بهش اعتماد نمیکنه. ولی در نهایت به ندای درونیش گوش میده و خوابش رو برای پیرزن تعریف میکنه. اون پیرزن میگه این خواب یه نشونه‌ای برای پیدا کردن یه گنج بزرگه که تو باید به خاطرش راهی مصر بشی. ولی میگه اگه واقعا دنبال گنج رفتی و اونو پیدا کردی، باید به هم قول بدی که به منم یه سهمی بدی. سانتیاگو نهایت تصمیم میگیره همه چیز رو بفروشه و به دنبال گنجی که توی خوابش دیده بره. توی این مسیر با یه پیرمرد عجیب آشنا میشه که اون پیرمرد بهش میگه همه ما یه رویای شخصی داریم که بهش میگن افسانه شخصی و این رویا از روح جهان سرچشمه میگیره. اما بیشتر ماها به خاطر ترس و روزمرگی از دنبال کردنشون دست میکشیم. این بخش از داستان به نظر میرسه نویسنده میخواد به ما بگه هر کسی توی زندگیش رویای شخصی داره که میتونه با دنبال کردن این رویا مسیر زندگیش رو به سمت درستی هدایت کنه. سانتیاگو نمیدونست چطور باید به این پیرمرد اعتماد کنه، اما بعد از این که دید این پیرمرد از خصوصی ترین رازهاش هم با خبره، بهش اعتماد میکنه. سانتیاگو که حالا دیگه تصمیمش رو گرفته بود، گوسفنداش رو میفروشه و راهی مسیر میشه. به اولین شهری که میرسه همه چیزش رو میدزدن و تنها بی پول میشه. اینجا بود که شک و تردید سراغش اومده بود، اما حرفهای اون پیرمرد رو به یاد میاره که گفته بود به نشونه ها ایمان داشته باش. اون به مسیرش ادامه میده و یکی از این نشونه ها سنگ های عجیبی بود که پیرمرد به اون هدیه داده بود. این سنگ ها جادویی بودن. علیرغم اینکه کیسه‌ای که سنگ‌ها توش بود سوراخ بود، سنگ‌ها بیرون نمی‌افتادن. با توجه به همین نشونه‌ها و البته چند مورد دیگه، سانتیاگو سعی می‌کنه با سرنوشت کنار بیاد. اون حتی از بیپولی و به ناچار توی مغازه بلور فروشی کار می‌کنه و بعد از 1 سال کار سخت دوباره به فکر برگشتن به اسپانیا می‌افته. تصمیم میگیره با یه کاروان راهی مصر بشه و به هدفش که رسیدن به گنجه برسه. توی این سفر با یه مرد انگلیسی آشنا میشه که دنبال یه کیمیاگر میگرده. اون فرد هم مثل سانتیاگو 2 سنگ داشت که بهش کمک میکردن نشونه ها رو بفهمه. هر دوی اونها فهمیده بودن که روح جهان همه ما رو به هم متصل میکنه. کاروان اونها به یک واحه میرسه. واحه به آبادی‌های سرسبزی گفته میشد که توی دل صحراها بود و به خاطر داشتن آب، غذا و جایی برای استراحت، مکانی مناسب برای مسافرها بود. وقتی کاروانشون به اون واحه میرسه، جنگ بزرگی بین قبایل در جریان بود و اونها ناچار شدن برای مدتی توی اون واحه بمونن تا آبا از آسیاب بیفته و بتونن به مسیرشون ادامه بدن. همونجا بود که سانتیاگو با دختری به نام فاطمه آشنا میشه و یه دل نه 100 دل عاشقش میشه. اما بازم سر دوراهی قرار میگیره که بمونه و با فاطمه زندگی کنه یا به دنبال گنجی که توی خواب دیده بود بره.
اما فاطمه بهش میگه بهتره دنبال رویاهات بری و نباید به خاطر من از رسیدن به رویاهات دست بکشی. اینجا به نظر میرسه که نویسنده قصد داره به ما بگه عشق واقعی باید به ما قدرت بده تا به دنبال اهداف بزرگترمون بریم، نه اینکه ما رو محدود کنه. سانتیاگو که تصمیم میگیره عشق به فاطمه رو توی قلبش داشته باشه، به ندای درونیش گوش میده و به مسیرش ادامه میده. سانتیاگو توی صحرا با کیمیاگر آشنا میشه. اون به اوج دانایی رسیده و میتونه فلز رو به طلا تبدیل کنه. کیمیاگر به سانتیاگو یاد میده که گنج واقعی درون خودته و برای رسیدن به اون باید از ترس‌هات عبور کنی. سانتیاگو حتی با خطر مرگ روبرو میشه، اما ایمانش رو حفظ میکنه و به مسیرش ادامه میده. کیمیاگر یک تکه طلا به سانتیاگو میبخشه تا برای ادامه دادن به مسیر استفاده کنه. درست وقتی که سانتیاگو به اهرام مصر میرسه، به مسیری که طی کرده فکر میکنه و اشک از چشماش جاری میشه. جایی که اشک به خاک برخورد میکنه، با درس هایی که از کیمیاگر یاد گرفته بود به نشانه ها اعتماد میکنه و شروع به کندن گودال میکنه. وقتی در تلاش برای پیدا کردن گنج بود، چند تا راهزن اونو میبینن و فکر میکنن که احتمالاً این فرد داره چیزی رو زیر خاک مخفی میکنه. اونا حسابی سانتیاگو رو میزنن و ازش میخوان که براشون اون گودال رو بکنه. وقتی به چیزی نمیرسن، جیباش رو میگردن و اون یک تکه طلا که کیمیاگر بهش داده بود رو پیدا میکنن. سانتیاگو که مرگ رو به چشماش دیده بود، حرف کیمیاگر رو به خاطر میاره که گفته بود اگه قرار باشه بمیری، دیگه گنج هم به دردت نمیخوره. بنابراین تصمیم میگیره به سارق‌ها حقیقت رو بگه که دنبال یه گنجه که 2 بار اون رو توی خواب دیده بود. سردسته راهزنا وقتی داستان رو میشنوه بهش میخنده و میگه من هم مثل همین خواب رو چند سال پیش دیدم. یه گنجی توی مخروبه های کنار کلیسای قدیمی توی اسپانیا، زیر یه درخت چنار که یه چوپان اونجاست و یه پسر بچه‌ای که جای دقیق گنج رو به هم نشون داده. ولی من اونقدر احمق نیستم که به خاطر یه خواب ساده به سرزمین های دور دست برم و از صحرا گذر کنم. این راهزنها در نهایت سانتیاگو رو رها میکنن و سانتیاگو میفهمه که گنج واقعی نه طلا و جواهرات، بلکه حکمت و عشقیه که در طول سفرش به دست آورده. اما سرنوشت یه بار دیگه بهش نشون میده که گنجی که دنبالش بود درست همون جایی بود که ازش شروع کرده بود، یعنی تو اسپانیا زیر درخت چنار. در واقع گنج سانتیاگو توی همون کلیسای مخروبه بود که ازش اومده بود. این داستان به ما یاد میده که گاهی اوقات گنج ما درست کنار ماست، ولی باید راه طولانی رو طی بکنیم تا به ارزشش پی ببریم.